رقابت دویومی دوستانه که در شام کورش جریان دارد این روسنجی میان پهلوان ما رحمت الله بک فرهاد و رقیب قرقیزستانیش آغاز یافت. نیروسنجی این جفت را داوری درجه بین المللی از کشور ایران حکمی کرده ایستاده است و اکنون تلاش و کوشش های رحمت الله بک برای کسب امتیاز جریان گرفت و بسیار پرتافتی جالب و زیبا و یک هنری فوق‌العاده رحمت الله بک فرهادов در برابر рақиб قرقیزستانیش که Итак, в этом поединке досрочную победу одержал Рахматулло Фархадов, Таджикистан. رحمتالله بک فرهادов امتیاز حلال را برایش نشان دادند و توجه میکنیم نوار تکراری را که فکر میکنم 100% اینجا امتیاز حلال است و به هر صورت داوران سنجیده میبرند که در اینجا برای پهلوان ما چه امتیاز نشان داده شود. بسیار پرتافتی دیدنی و ارزنده از جانب رحمت الله بک بود که مخلصان را به پا خیزاند و همه با یک آواز حلال صدا کردند. فکر میکنم که کوتاه‌ترین نیروسنجی این رقابت به حساب میرفت در صورتی که اگر امتیازی به دست آورده رحمت الله بک را حلال تصدیق نماید. حتی رقیب رحمت الله بک از حرکتی انجام دادهش در حیرت بود که ببینید انتظار نداشت که با چنین شکل مواجه شکست میگردد. در همین جا فکر میکنم که پهلوان قرقیز بران نظر بود که اینجا حالت انجام داده اصول رحمت الله بک خاتمه یافت. امتیازی 100% حلال برای رحمت الله بک فرهادov در این نیروسنجی و اکنون غالبیت را به دست می‌آورد. بسیار یک رقابت شایسته و دیدنی را در نیروسنجی رحمت الله بک ما شاهد گشتیم. بار دیگر نوارهای تکراری از حرکت بسیار هم شایسته فرهادov منظوری به او شما می‌گردد.